روزی سلام عرض میکنم بیننده عزیز رادیو آزادی و روز جمعه رو برای هر یک شما تهنیت میگویم و تشکر میگویم که بازم با ما هستید برای فهمیدن خبرهای تازه تاجیکستان و جهان در این صبح بر وقت از پراگای امروز افتابی. من شما رو همراهی خواهم کرد. ساعت با وقت اینجا را 7 است و با وقت دوشنبه 10 و حالا همراه با شما در چند دقیقه میبینیم که چه خبرها رو در دست داریم. امومالی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان صبح 17 اوگوست با یک سفر دولتی وارد شهر توشکند پایتخت ازبکستان شد. در این سفر امومالی رحمان رو گروه کلونی هیئت رسمی همراهی میکند. سفر امومالی رحمان با ازبکستان 2 روز دوام خواهد کرد و در این سفر رئیس جمهوری تاجیکستان از شهرهای توشکند و سمرقند دیدن خواهد کرد. 2 روز پیش کومیل علمجانوف سخنگوی پرزیدنت ازبکستان در یک بیانیه رسمی گفت سفر امومالی رحمان از گلگذاری بر پایه هیکل مستقلیق و ملاقات با شوکت میرزیویف در قرارگاه کوکساروی آغاز خواهد یافت. ملاقات اول در شکل یک به یک و سپس در دایره وسیع برگزار می شود. انتظار می رود که دو طرف مسئله های همکاری در بخش سیاست و تجارت، اقتصاد، نقلیات و مخابرات، فرهنگ و مسائل منطقه‌ای و بین المللی را بررسی نمایند. سخنگوی پرزیدنت ازبکستان میگوید در نیمه دوم 17 اوگوست در اوز اکسپورت سنتر نمایشگاه محصولات تاجیکستان برگزار می شود. اینچنین قرار است امومالی رحمان به کارخانه ارتل در توشکند برود. خب رئیس جمهوری تاجیکستان روز 18 اوگوست با نورالدین اسماعیلیف رئیس پارلمان ازبکستان ملاقات خواهد کرد. همچنین امومالی رحمان به سمرقند رفته از محل‌های تاریخی نیز دیدن می کند. سفر دولتی امومالی رحمان به ازبکستان سفری جوابی به مهمانی شوکت میرزیویف است که روز 9 مارس به تاجیکستان آمده بود و حالا همه چشم‌ها به سفر دولتی رئیس جمهوری تاجیکستان به ازبکستان دوخته شده است که چه سورپرایزهای به قبل با خود خواهد داشت و ما هم حتما در جریان روز این سفر رو پیگیری خواهیم کرد بیننده عزیز و به شما تفصیلات آن را میرسانیم. خب ما را همراه باشید تا ببینید که در بین دو کشور باز کدام سازشنامه‌های نو به امضا میرسد. مقامات انتظامی تاجیکستان حدوداً از 20 مهاجر تاجیک در روسیه تقاضا کردند که هرچی زود به وطن برگشته به سوال تفتیشات در رابطه با حمله به سیاحان خارجی پاسخ گویند. مقامات باور دارند که این گروه مهاجران در روسیه با حمله‌وران شناسایی داشتند. یک منبع در نیادهای انتظامی تاجیکستان روز 16 اوگوست به رادیو آزادی گفت تحقیق حمله به سیاحان خارجی خیلی جدی جریان دارد و خردترین جزئیات در این مورد سنجیده می شود. در همین حال بنا به اطلاع دریافتی 5 ساکن شهر نورک با گمانی خبر ندادن از طرح حمله به سیاحان خارجی بازداشت شدند. یک منبع در نیادهای انتظامی تاجیکستان گفت که 4 نفر بازداشت شده ساکن دهه 90 و 1 نفر ساکن دهه چشمه شهر نورک هستند. فراد دولتوف با پسرش عبدالمومین، بختیار صلاح‌الدینوف، قیوم‌الدین قربانوف و بختیار صالح با آن متهم میشوند که عضو گروه تندرو بودن 2 برادر جعفرالدین 21 ساله و اصل‌الدین 26 ساله ساکنان شهر نورک را میدانستند اما مقامات را در جریان نگذاشتند. بازداشت شده ها به این 2 حمله‌گر از یک جماعت بودند و تا به حال نزدیکان و یا وکیلان دفاعی 5 نفر بازداشت شده در این زمینه اظهار نظر نکردند. جزئیات و سنای بازداشتی آنها نیز معلوم نیست. عبدالرحمن گلوف رئیس جماعت دهاتی دوکانی در شهر نورک بر رادیو آزادی گفت که بازداشت شده ها همه مهاجر مهنتی هستند و مقامات تاجیکستان میگویند اکثر شهروندان کشور که به گروه های افراطی پیوستند در روسیه مخشویی شدند. از جمله طبق اطلاع داستانی کل تاجیکستان 85% تاجیکان که به صف دیش همراه شدند مهاجر مهنتی در روسیه بودند و خوب یادآور میشوم که حمله به سیاحان خارجی در راه دوشنبه کلاب روز 29 ایول امسال در سیبستان رخ داده بود و در پی آن 4 نفر سیاح کشته و 2 نفر دیگرشان زخم برداشتند. حالا نگاه میاندازیم به ولایت مختار بدخشان که در اونجا دادگاه نیگروز نیتبیکوف و واسع حبیبزاده را برای کشتار و حمله مسلحانه به یک خانواده از 23 تا 28 سال زندان نظام سنگین محکوم کرد. حمله مسلحانه به خانه نظری دادفو در دهه پرشینوی نویای شغنان شب 5 اکتبر سال گذشته صورت گرفت. این کارمند حکومت شهر خاروخ با تپانچه خوشتامنی برادرش را کشته، همسر و پسر 11 ساله او را زخمی نمود. خب بعداً پسر برادرش که از سرش تیر خورده بود بعد از یک هفته بیهوشی درگذشت. مقامات میگن که بحث میان نیکروز و نظری دادفو پس از درگذشت برادرش دلیر نیتبیکوف سر زده است. دادگاه بحث 2 طرف را در مورد صاحبی به منزل دلیر نیتبیکوف به منفعت همسر او حل کرده خشم نیکروز را برانگیخته است و خود نیتبیکوف در نوار بازپرسی مقامات که توسط تلویزیون های دولتی پخش شد گفته بود هدفش تنها ترساندن همسر برادر و خانواده آنها بوده است. آن زمان گفته میشد که حبیبزاده واسع
دانشجوی 21 ساله دانشگاه دولتی خوروغ در این جنایت نیگروز نیتبکov را همراهی کرده. در پی این حادثه علیه او هم پرونده باز شده است. داستانی کل تاجیکستان با نشر این خبر گفت که حکم این دو نفر هنوز ماه فوریه صادر شده بود و دادگاه متهمان را در آدمکشی با بیرحمی مخصوص از باشی و استفاده سلاح آتشفشان و ویران نمودن دخل ناپذیری منزل، نیست و نابود کردن اموال شریکی در جنایت گناهکار دانسته است. خب متناسباً نیتبکov به 28 سال زندان و حبیب زاده را به 23 سال زندان نظام شدید محکوم کردند. مرزبانان تاجیکستان و ازبکستان در شهر دوشنبه راههای توسعه همکاری در عرصه جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و سلاح از افغانستان به کشورهای همدیگر را بررسی کردند. محمد جان اولوخوجاєв سخنگوی نیروهای مرزبانی تاجیکستان 17 اوگوست به رادیو آزادی گفت که رجب علی رحمان علی فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان همراه با همتای ازبکش رسلان میرزویف در این دیدار که روز گذشته صورت گرفته است از وقوع قضیه‌های مرزی در مرز دو کشور را بررسی کرده. سازشنامه همکاری میان نیروهای مرزبانی دو کشور را امضا نمودند. منابع غیر رسمی در نیروهای مرزبانی تاجیکستان اطلاع دادند که در جریان این صحبت که پس درهای بسته جریان داشته است، جانب همزمان مسائل پاکسازی منطقه‌های مرزی دو کشور از مینه‌هایی که در گذشته به خاطر جلوگیری از ورود افراد جنایت پیشه گذاشته شده بودند بررسی نمودند. همزمان فرماندهان نیروهای مرزبانی دو کشور دیروز در تمرین مشترک مرزبانی تاجیکستان و ازبکستان در منطقه شهرتوز ولایت ختلون شرکت کردند. هدف این تمرین صیقل دادن مهارت مرزبانان دو کشور در مقابله از ورود نیروهای تروریست و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و اسلحه عنوان شده است. گفته می شود که در این تمرینات برخی از واحدهای نیروهای مرزبانی دو کشور ماشین‌های جنگی و نیروهای هوایی و قایق‌های مرزبانی دو کشور شرکت کردند. خب در قرقیزستان به مثل دیگر جمهوری آسیای مرکزی پلیس مخصوص را برای تامین امنیت جهانگردان تشکیل میکنند. این تصمیم بعد از آن گرفته شده است که همسایه کشورهای تاجیکستان و ازبکستان پلیس توریستی تشکیل کردند. زمیربک سلطان گلدیف روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت چنین واحد خاص آخر سال 2018 به فعالیت شروع میکند. به قبل نام برده به این پلیس افرادی گرفته میشوند که زبانهای خارجی را میفهمند و صحبت میکنند. خب بعد حمله 29 ایول در تاجیکستان پلیس مخصوص تشکیل شد و ازبکستان باشد در ماه دکبر سال گذشته برای کفالت امنیتی توریستا پلیس توریستی رو تشکیل کرده بود. خب بیننده عزیز تشکر میگم برای با ما بودن و من شما را با خبرهای دیگری مهم از تاجیکستان و جهان بعد از 3 ساعت دیگر منتظر میشوم.